اما یک وظیفه اساسی که در پیش ما ایستاده است در مرحله آینده این است که بغیر از اون که ما باید فعالیت خود را سامان دهیم، محبوسین را آزاد کنیم، بغیر از اون که باید این ملت را کمک کنیم که به آزادی برسد، یکیش برادران و خواهران عزیز این مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم است در تمام سمت‌هایش. بعضی اشتباه میکنند که اکستریمیسم و تروریسم رو فقط به مسلمان ها، به گروه های اسلامی محدود میکنند یا اکستریمیست تنها همین اسلامگرا هستند. حالا وقتی که کسی درباره تروریسم گپ زند و طور اتوماتیک ذهنش به همون ریشدار و حجابدار و سالادار و حداقل به مسلمان میرسد. ولی مفهوم تروریسم و اکستریمیسم خیلی وسیع است. من بغیر از اصطلاح تروریسم دینی و سیاسی الان درباره اون فکر میکنم که نهضت باید بر مقابل تروریسم دولتی هم مبارزه برد. ولی حداقل میتونیم بگیم که تروریسم این خشونت، کشتار، خراب کردن، زورآوری، ترسانیدن، اینا تروریسم هستند. گروگان گرفتن، اینا عملهای تروریستی است که از طرف گروه ها و سازمان ها یا شخصیت های تروریستی صادر می شود. بیاید در شرایط تاجیکستان امروز ببینیم که همین عمل ها از طرف کی صادر شده است. کشتار، زندان کردن بدون قانون، زندان کردن در چارچوب قانون و عادلانه مشکل ندارد، ولی بدون محکمه، بدون رعایت پایین ترین معیارهای کیسیانی، گروگان گرفتن، مصادره مال و ملک، ترسانیدن شهروندان با راه‌های گوناگون، فشار آوردن، اینا را کی صادر کرده است؟ یگان حزب و حرکت، یگان فرد یا یک گروه با نام حکومت. پس در تاجیکستان تروریسم، اکستریمیسم وجود دارد، ولی از طرف یک گروهی که باز دیگران را با اکستریمیسم، تروریسم متهم میکنند. نهضت اسلامی تاجیکستان از اول مخالف خشونت بود، استفاده نکرد و تا آخر خواهد ماند. ولی این جوانان را کی به دامن حزب و حرکت‌های تندرو تله داد؟ من فکر میکنم که مسئول اساسیش حکومت جمهوری تاجیکستان است. حکومت جمهوری تاجیکستان با بستن مسجد، تراشیدن ریش، منع کردن حجاب، بستن حزب نهضت، کشیدن مال مردم، پاره‌گیری، محدود کردن زندگی برای ملت در داخل کشور این فضا را با وجود آورد که متاسفانه یک عده از فرزندان ملت ما به این نتیجه رسیدند که با این حکومت خودکامه زوراندیش و زور رفتار تنها با اسلوب و رفتار خودش می شود مبارزه کرد. به این نتیجه رسیدند که با این اسلوب و رفتار نهضت اسلامی تاجیکستان و حزب کمونیست و حزب سوسیال دموکرات و گروه های دیگری آزاداندیش نمیتوان با یک دیکتاتور مبارزه کرد و رفتن سراغ خشونت و سلاح و پیوستن به گروه های دیگر.